خیره خیبریان مرحب است. من مرحب را جنگاوری بزرگ می‌دانم. امید این دارم سخن صادقانه من بشنود و بی دلیل خون همکیشان خود تباه نکند. برادران من، آیندگان به راه ما می آیند. ایمانتان را به خدا از دست ندهید. ما پیروز خواهیم شد. الله اکبر. مسلمین در نگاه من اسرائیل قوم بنی اسرائیلند. اینان آمده اند تا دست ما از دست موسی و هارون بیرون کشند. چشم یهود امروز به من و شماست. به گونه‌ای بجنگید که گویا می‌خواهید بنیان اینان از همه هستی بیرون بیاورید. من نسل این جماعت از زمین میروبم. من نسل این جماعت از زمین میروبم. خون حارس بر زمین است. ما قوم برتریم. ما قوم برتریم. ما بندگان برگزیده ایم. ما قوم برتریم. کجا ما با عرب جاهل یکی هستیم. ما ریشه اینان بیرون میکشیم. برادر من حارس بن ابی زینب خیبری را کشتی.
امانش دادم اما خود نخواست. گفتم اگر مسلمان شوی ایمنی. این سخن با تو نیز بگویم. من؟ من مسلمان شوم؟ من خون مسلمان می‌نوشم. مسلمان شوم. محمد، با پای خود به گورستان آمده ای. این منم مرحب، شیرگیر شیرافکن. این منم مرحب، خونخواه برادرم حارس. تو پهلوان صاحب نامی هستی. پهلوانان بزرگ با زور بازو فهم خود نیز می‌آمیزند. بیا و اندیشه کن. همه ادیان الهی در امتداد همند، نه در تقابل هم. خطی که از آدم و نوح و موسی و عیسی آغاز شده با محمد به سرانجام میرسد. سخن بگذار علی، رجز بکن اگر مردی با توست. خیبر میداند که من مرحبم، غرق در سلاح و آهن و پهلوان جنگ دیده و کار آزموده. چون تیغ‌های تیز روی آورند، مرا ببینی گاه نیزه میزنم گاه شمشیر. و اگر به خون ما تشنه ای، ما با شما الفت داریم. ما را با شما راه دوتاست. کجا دوتاست؟ راه هم بیا همه یکیست. بیهوده مگو، راه موسی ما دیگر است. موسی شما موسی ما نیز هست. هر مسلمان اگر موسی احترام نکند و قدر او نشناسد، مسلمان نیست. سخن بگذار علی، دین شما برای شما، دین ما برای ما.
آخرین دژ تسخیر ناپذیر خیبر نیز گشوده شد. پیامبر اکرم هیچگاه خیبریان را در تنگنا قرار نداد، مگر اینکه خودشان با خیانت‌ها و فتنه‌های مکرر راه مصالحه بر خود بستند. واقعه خیبر برای آنانی که در تشخیص حق و باطل تردید دارند عبرت مقدسی است. علی جان، این پیروزی بر شما و ما مبارک.